بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. با شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های آموزش روحانی قرآن کریم. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه توانسته باشیم به همراه شما خوبان و سروران در راه تعلیم روحانی کلام الله مجید به درجه‌ای رسیده باشیم که بتوانیم هر صفحه‌ای که از کلام الله مجید رو باز می‌کنیم بخوانیم. اینکه سرعت ما در خواندن تا این مرحله اگر زیاد نیست این مشکل ایجاد نمی‌کنه و همین است که ما می‌دانیم که هر حرفی و هر حرکتی چه معنایی داره و چگونه خوانده میشه. همین که ما بدانیم که چگونه بخوانیم این موفقیت بسیار بزرگی است و مرحله اول و مهمترین مرحله در آموزش روحانی قرآن کریم و تعلیم تلاوت قرآن کریم هست. و مسئله سرعت شاید برخی از عزیزان شاید تا به حال هنوز هم از این مسئله مقداری ناراحت باشن و شاید احساس بکنن حتی که یاد نگرفتن، چون سرعتشون در تلاوت کند هست، یعنی سرعتشون زیاد نیست و کم هست. این مسئله طبیعی است، زیاد نگران این موضوع نباشید. مخصوصا عزیزانی که تازه روحانی یاد گرفتن و شروع کردن به تلاوت کلام الله مجید، هیچ نگران مسئله سرعت تلاوتتون نباشید. شما با دقت و با جزئیاتی که ما در هر قسمت بیان کردیم برای شما عزیزان تلاوت رو پی بگیرید. هرچی بیشتر تلاوت بکنید و تمرین بیشتری داشته باشید سرعت شما بیشتر میشه، چون کلماتی که در کلام الله مجید هست تکرار میشه. این کلمات برای شما تکرار میشه و کمتر پیدا میشه کلمه جدیدی. شما بعد از مثلا چند جز، اگر 5 جز یا 10 جز بخونید دیگه خیلی سرعتتون بیشتر خواهد شد، چون تکرار زیاد میشه. کلماتی که استفاده میکنید کلمات جدیدی نخواهد بود و غالب کلماتی هست که قبلا هم خواندید. به همین خاطر سرعت رو نگران نباشید، سرعتتون خوب خواهد شد و سرعتتون زیاد خواهد شد. مثلا اگر شما امروز نیم ساعت وقت گذاشتید و یا 1 ساعت وقت گذاشتید و توانستید که مثلا 2 صفحه یا 3 صفحه بخوانید یا حتی کمتر 1 صفحه خواندید، شما انشاءالله با تمرین میتونید به جایی برسید بعد از 1-2 ماه اگر مستمر این تمرین رو ادامه بدید که در همین 1 ساعت 4-5 صفحه بخونید. بعد از 2-3 ماه در همین 1 ساعت به راحتی میتونید که شما حتی نصف جز یا 1 جز رو هم تلاوت بکنید و این رو من بر حسب تجربه خدمت شما عزیزان عرض میکنم و یقینا اینطور خواهد شد باذن الله تعالی و نگران این موضوع نباشید. ما بعد از اینکه به همراه شما عزیزان سوره های پایانی کلام الله مجید، سوره های از پایان کلام الله مجید رو به همراه شما عزیزان تلاوت کردیم و مراجعه کردیم، کلماتش رو و آیاتش رو و بلکه حروفش رو، از ابتدای کلام الله مجید آغاز میکنیم دوباره تلاوتمون رو. سوره مبارکه حمد در ابتدای کلام الله مجید هست. قبلا به همراه شما عزیزان در برنامه‌های گذشته سوره مبارکه حمد رو تلاوت کردیم. اولین درسی که شروع کردیم به صورت عملی سوره مبارکه حمد بود و بعد از سوره مبارکه حمد در ابتدای کلام الله مجید سوره مبارکه بقره آغاز میشه و ما در سوره مبارکه بقره این برنامه درسمون رو آغاز خواهیم کرد به همراه شما خوبان و سروران. و آیات ابتدایی این سوره رو 5 آیه اولی که در صفحه اول سوره مبارکه بقره است رو به همراه شما عزیزان مرور می‌کنیم و نکاتی در این صفحه هست که من دوست دارم بیشتر روش تاکید بکنم که این رو ما در درس‌های گذشته نداشتیم. 2 مورد خاص در این صفحه هست که ما خاص این صفحه است و ما در درس‌های گذشته این سوره‌های پایانی کلام الله مجید نداشتیم و در این درس ان شاءالله خواهیم داشت. تصویر صفحه دوم کلام الله مجید، صفحه اول سوره مبارکه بقره رو به همراه شما عزیزان مشاهده می‌کنیم. این تصویر صفحه دوم کلام الله مجید مصحف شریف است. صفحه اول سمت راست سوره مبارکه حمد است. این صفحه سمت چپ سوره مبارکه بقره است، آیات 1 تا 5. در آغاز هر تلاوت
با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلاوت خودمون رو آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای سوره مبارکه بقره ما حروفی میبینیم: الف، لام و میم. 3 حرف الف و لام و میم آمدن بدون هیچ گونه علامتی یا حرکتی، مثلا فتحه، کسره، ضمه، تنوین، ان، اون یا علامت ساکن، هیچی روشون نیست. فقط روی لام یک علامت مد هست و روی میم هم یک علامت مد. در ابتدای سوره های مختلفی از کلام الله مجید ما همچین حروفی رو مشاهده میکنیم که فقط روشون علامت مد احیانا گذاشته میشه و غیر از اون چیز دیگری ندارن. این حروف رو ما یک تعبیر خاصی براش استفاده میکنیم. در ابتدای سوره مبارکه مثلا آل عمران هم عین همین تعبیر رو داریم: الف و لام و میم. در سوره مبارکه اعراف الف و لام و میم و صاد، یک صاد هم اضافه میشه بهش. در سوره مبارکه رعد، در سوره مبارکه ابراهیم همچنین الف و لام و را داریم. در سوره مبارکه هجر ابتداش و همچنین ما در سوره مبارکه مریم کاف و ها و یا و عین و صاد داریم. در سوره مبارکه طه تا و ها داریم. سوره مبارکه یاسین یا و سین داریم. سوره مبارکه قاف یک قاف تنها داریم. سوره نون یک نون تنها داریم. اینها نمونه هایی است از آنچه که در ابتدای برخی سوره ها کنار هم قرار می گیرند و ما به اینها میگیم حروف مقطعه. حروف مقطعه. مقطعه با قاف و تای دسته دار، مقطعه، و عین از قطع گرفته میشه، قطعه. مقطعه یعنی قطعه شده. این حروف رو ما به صورت تنها میخوانیم، یعنی هر حرف رو به تنهایی تلاوت میکنیم با اسمش، نه با صداش. این الف هست. اما در قالب تلاوت های سوره های کلام الله مجید ما الف رو هیچ وقت الف نمیخوانیم. یا فتحه‌ای داره یا کسره‌ای داره یا ضمه‌ای داره، او خوانده میشه، یا ساکن هست یا تنوین داره. اما اینجا در ابتدای سوره هایی که من برخیش رو ذکر کردم خدمت شما عزیزان، ما اسم این حرف رو میگیریم. یعنی نمیگیم میگیم الف، اسمش رو میگیریم. الف. این هم لام هست، نمیگیم لا، میگیم لام، چون فتحه نداره، کسره هم نداره بگیم ل، ضمه هم نداره بگیم لو. اسمش رو میگیریم. در هنگام گرفتن اسمش مقداری میکشیم. لام خود کلمه لام رو چون مد داره، خود اسم لام رو میکشیم. الف لام، به این شکل. میم، اسم میم رو میگیریم اینجا، خود اسم میم رو تلفظ میکنیم. نمیگیم م یا م یا مو یا لم، چون اینجا هیچ حرکتی وجود نداره. این رو اسمش رو میخوانیم. الف، این هم اسمش لام هست، این هم اسمش میم هست. اسم این حروف رو ما میگیریم، فقط اسمش رو میگیریم و میخوانیم. حروف مقطعه، حروفی که به این شکل در ابتدای برخی از سوره کلام الله مجید مشاهده میشن. ما این حروف رو با آوردن اسم آنها میخوانیم. الان این رو چطور میخوانیم؟ میگیم الف لام میم. الف لام میم. این گونه خوانده میشه. نمیگیم علم. در ابتدای سوره مبارکه فیل هم علم تری کیف شبیه الف و لام و میم رو داریم، اما اونجا الف همزه داشت، لام ساکن بود، لام فتحه داشت و میم ساکن بود، علم خوانده شد. یا دیگه جای دیگه هم شاید ما این تعبیر رو به این شکل ببینیم. چرا این گونه میخوانیم؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما فرمودن که به این شکل بخوانید. به همین شکل میخوانیم. الف لام میم. لام یک لام، چون خود کلمه لام هم یک میم داره، میم هم یک میم داره. 2 تا میم اینجا انگار که تشدید میگیره، به همین خاطر میم هم که تشدید بگیره روش مقداری مکس میکنیم. الف لام میم.
به شکل خواندن الف لام میم هست. ذا حرف زال فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته. گفتیم هر وقت که فتحه روی حرفی قرار گرفت و بعد آن الف آمد، آن حرف صدای آ میگیره و اگر آن حرف از 8 حرف صاد و زاد و تا و ذا و غین و قاف و خا و را باشه پر میشه. در غیر این صورت پر نمیشه. زال از اون حروف نیست، پر نمیشه. ذ ل ک. الف علامت صاد کوچک روی او دلالت میکنه که الف وصل است. به این الف ما میگیم الف وصل و این صاد کوچکی که بالای الف هست از کلمه وصل گرفته شده. در وصل ما قبلش به ما بعدش این الف خوانده نمیشه. لام علامت ساکن داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که فتحه کاف است، میچسبه به لام. ذالکل که تا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه. ذالکل کتاب. لام باز فتحه داره بعدش حرف آمده صدای آ میگیره اما پر نمیشه. لا رای ب. رای ب. فی کسره داره بعدش حرف یا آمده صدای ای میگیره. هر جا حرفی کسره داشت بعد آن یا آمد آن حرف صدای ای میگیره، کسره میشه ای. به جای اینکه بگیم ا میگیم ای. کسره به تنهایی صدای ا میده اما وقتی بعدش یا بیاد صدای ای میگیره، کش میاد. مثل فتحه به تنهایی صدای ا داره، وقتی بعدش الف میاد صدای آ میگیره، تقویت میشه. کسره هم اگر بعدش صدای ی آمد، حرف ی آمد بعد از کسره، اون موقع صدای ای میگیره. فی ه. این علامت هایی که این بالا هست، این 3 نقطه‌ای که اینجاست و 3 نقطه‌ای که اینجاست، به چه معناست؟ این علامت رو در بعضی از جاهای کلام الله مجید مشاهده میکنیم، خیلی کم، معدود انواع شما. این 3 نقطه ها، 3 نقطه اینجا و 3 نقطه اینجا، دلالت بر این میکنه که ما معناش اینه که میتونیم روی یکی از این موارد توقف کنیم، یا اینجا یا اینجا، هر دوتا رو با هم توقف نمی کنیم. مثلا میتونیم بخونیم ذالک الکتاب لا ریب، روی ب توقف کنیم، فیه هدن ادامه بدیم، یعنی فیه رو با انگار که اینجا آخر آیه است. یا اینطور بخونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، اینجا توقف بکنیم، اینجا توقف بکنیم بعد از ادامهش بخونیم. هر دو تایش درسته، چه اینجا توقف بکنیم چه اینجا توقف بکنیم. این علامت 3 نقطه اینجا و 3 نقطه اینجا معناش اینه که شما میتونید تو یکی از این موارد انتخاب بکنید، یا اینجا توقف کنید یا اینجا توقف کنید، یا راه سومی هم هست، 3 تا نقطه است تا 3 راه برای پیش ما بگذاره، یا اینجا توقف کنید یا اینجا توقف کنید، راه دوم، یا اصلا توقف نکنید، رد بشید برید. 3 راه داریم. این 3 نقطه به ما نشون میده که 3 راه دارید. یک راه که اصلا شما این 3 نقطه این نقطه رو در نظر نگیرید، ادامه بدید تلاوتتون رو، انگار اینا نیستن. راه دوم که روی 3 نقطه اول توقف کنیم. راه سوم که نه، 3 نقطه اول رو رد کنیم، روی 3 نقطه دوم تلفظ کنیم. پس این 3 نقطه‌ای که اینجا میاد و اینجا به ما میخواد بگه که شما در تلاوت این آیه از اینجا به بعدش 3 راه پیش رو دارید. میتونید ادامه بدید، میتونید اینجا توقف کنید، دومین راه، میتونید اینجا توقف کنید، سومین راه. الان ما در هر 3 حالت تلاوت رو به همراه شما عزیزان تجربه میکنیم. بار اول اینجا وای میستیم، بار دوم اینجا، بار سوم هم تلاوتمون رو ادامه میدیم. ذالک الکتاب لا ریب. این بار اول روی 3 نقطه اول ایستادم. اگر بیستیم به ساکن میشه طبیعتا و به که ساکن شد مقداری در مخرجش میلرزه. 5 حرف قاف تا با جیم دال اگر ساکن بودند در هنگام تلفظ مقداری در مخرج صداشون میلرزه، یعنی در هنگام تلفظ از خود مخرج اون حروف. لا ریب. خب این مثال اول، این حالت اولی که ما میتونیم اینجا انجام بدیم. ذالک الکتاب لا ریب. دومیش اینجا من توقف نکنم، روی ه توقف کنم. ذالک الکتاب لا ریب فیه. این حالت دوم. حالت سوم نه اینجا توقف میکنم و نه اینجا ادامه میدم، انگار که اصلا این علائم نیستن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن.
اینجا تنوین داره روی دال، هدن تنوین ان، 2 تا فتحه با هم میشه تنوین، یا 2 تا کسره یا 2 تا ضم. تنوین رو عزیزان میدانن 2 تا فتحه با هم، اولش یک دال بوده با یک فتحه هوده، این فتحه دوم یک نون ساکن اینجا بوده که ما حذفش کردیم برای آسان تر نوشته شدن و به جای اون یک فتحه اضافی گذاشتیم که اینجا نون ساکن چون حذف شد به جاش فتحه گذاشتیم تا دلالت بکنه به حذف نون ساکن. این یا خوانده نمیشه، هودن. نون ساکن و تنوین هر وقت که مشاهده کردیم ما بعدش باید دقت بکنیم که ما از بین نون ساکن و تنوین چه قانونی رو باید اجرا بکنیم از احکام نون ساکن. ما هر جا که نون ساکن یا تنوین دیدیم بعدش 4 قانون اجرا میشه برای آسان‌تر خوانده شدن نون ساکن. در این 4 قانون یک قانونش در یک حالت نون همونطوری که هست خوانده میشه که بهش میگیم اظهار، ظاهر میشه نون با ساکن خودش، و یا تنوین همون جوری که نون داره در آخرش خوانده میشه. این وقتیه که بعد از نون ساکن و یا تنوین حروف حلقی قرار میگیرن. 6 حرفن که از حلق ادا میشن، همزه و ها هی دو چشم، عین و ها هی جیمی، غین و خا. همزه و ها، عین و ها و غین و خا از حلق ادا میشن. وقتی بعد از نون ساکن یکی از این حروف آمد، آن وقت خواندن نون ساکن آسانه و همین خاطر ظاهر میشه نون ساکن. این قاعده رو ما بهش میگیم اظهار. این قاعده اظهار هست. در 3 قاعده دیگر نون ساکن نون خوانده نمیشه اونجوری که باید از مخرج خودش خوانده بشه. در یک قانون کلا نون تبدیل میشه به حرف میم. وقتی که بعد از نون ساکن ب بیاد، به خاطر آسان تر خواندن نون ساکن ما به جای نون میم تلفظ میکنیم. نون مقداری سخت، نون و ب رو پشت سر هم تلفظ کردن، به همین خاطر به جای نون میم تلفظ میکنیم. این قاعده رو ما بهش میگیم اقلاب. در مصحف عثمان طاها، نسخه‌ای که ما داریم از روش به همراه شما عزیزان تلاوت میکنیم، شیخ عثمان طاها خطات این نسخه هر جا این قاعده اجرا میشه که یعنی بعد از نون ساکن ب آمده و باید میم تلفظ بشه، یک میم کوچک روش گذاشته خود به خود مشخص میشه که اینجا باید به جای نون ساکن میم تلفظ کنیم. این قاعده دومی. قاعده سوم، هر وقت بعد از نون ساکن و یا تنوین یک از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون قرار گرفت که اگه سر هم نوشته بشه میشه یرملون. آن وقت برای اینکه ما نون ساکن رو تلفظ بکنیم، چون نون ساکن بعد از این حروف وقتی بعدشون این حروف قرار میگیره، بعد از نون ساکن این 6 حرف قرار میگیره، مقداری تلفظ نون ساکن باز سخت هست. برای راحت تر تلفظ کردن نون ساکن رو اصلا تبدیل میکنیم به حرف بعدش، هر چی بود. یه بود تبدیل میکنیم به یه، میم بود تبدیل میکنیم به میم، لام بود به لام، را بود به را. این قاعده رو بهش میگیم ادغام، داخل شدن یک حرف در حرف دیگه. به این معناست ادغام. دغم یعنی داخل شدن و داخل شدن یک چیز در یک چیز دیگه. و این موضوع بهش میگیم قاعده ادغام. قاعده چهارمی هم داریم که اگر 3 حالت گذشته نبود، اون موقع قاعده چهارمی اتفاق میفته که بهش میگیم اخفا. یعنی نون از بینی در بینی مخفی میشه، اصل مخرج نون پشت دندانهای بالاست، اما در هنگام اخفا از بینی ادا میشه و مقداری صدا رو در بینی نگه میداره. مثالش رو میبینیم. با اینجا الان بعد از تنوین چی داریم؟ لام داریم. لام از حروف یرملونه، به همین خاطر به جای تنوین هدن، به جای اون نون ساکن آخر لام تلفظ میکنیم، میگیم هدل، 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 لل، مت، لل، مت، تا تشدید 2 بار خوانده میشه، یک بار به همراه ما قبل، یک بار به همراه حرکت خودش. مت، تا، قی، کسره برش یا صدای ای میگیره. متقین. آخر آیات همیشه باید ساکن باشه، به همین خاطر ما نون رو ساکن میخونیم. متقین. این برای وقتیه که ما اینجا بخوایم توقف بکنیم. اگر بخوایم ادامه بدیم دیگه فتحش رو میخونیم، اما بهتره که آخر آیه توقف بکنیم. الذین، الف وصل در ابتدا قرار گرفته. اینجا الف وصل وقتی که در ابتدای تلاوت قرار میگیره باید خوانده بشه. اینجا الف وصل در مثال بالا در وسط تلاوت بود، خوانده نشد، اما وقتی در ابتدای تلاوت قرار میگیره الف وصل خوانده میشه. اینجا هم اگه آقای قبلی رو بچسبونیم با آیه بعدی خوانده نمیشه. للمتقین الذین، به این شکل. اما اگر خواستیم اینجا توقف کنیم للمتقین و نفس گرفتیم و دوباره شروع کردیم، الف وصل رو بعد حرکت بدیم. الف وصل رو چطور حرکت میدیم؟ نگاه میکنیم حرف بعدش چیه. اگر لام بود همیشه الف وصل وقتی که بعدش لام هست فتحه میگیره، چه آن لام خوانده بشه چه خوانده نشه. الف وصل
وقتی بعدش لام هست فتحه میگیره. وقتی بعدش لام نبود چی؟ فتحه نمیگیره، یا کسره میگیره یا ضمه. پس فتحه الف وصل فقط مال وقتی است که بعدش لام باشه. وقتی بعدش لام نبود یا بهش کسره میدیم یا ضمه. چطور بفهمیم که کسره بدیم یا ضمه؟ وقتی بعد الف وصل لام نیست نگاه میکنیم به اولین حرکت بعدش، یعنی کسره، فتحه و ضمه‌ای که هست. ببینیم که اولین حرکت کدوم یکی از این سه تاست؟ فتحه است، کسره یا ضمه. کسره بود بهش کسره میدیم، ضمه بود بهش ضمه میدیم. اگه فتحه بود باز هم دیگه بهش فتحه نمیدیم، چون فتحه مال وقتی است که بعدش لام باشه فقط. اون موقع باز هم بهش کسره میدیم. این عزیزان مد نظرشون بوده، انشاءالله باز هم برای تاکید کردیم. اینجا الف وصل بعدش لام اومده، الف وصل فتحه میگیره. الف وصل بعدش لام اومده فتحه میگیره. الذین یؤمنون بمیچسبه بلا بالغیب و قی قاف کسره داره بعدش یا صدای ای قی مونه میم ضمه داره بعدش واو آمده. هر جا ضمه بیاد بعدش واو صدای او میگیره، آن ضمه تقویت میشه. در حالت عادی ضمه صدای او داره مو، اما چون اینجا واو آمده بعدش میشه مو. یقی کسره بعدش یا صدای ای میگیره، ضمه بعدش واو صدای او میگیره. یقی مو نس نون میچسبه به صاد. چرا؟ الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام هیچ علامتی بالا و پایین خودش نداره. 4 حرف واو، الف، لام و یا اگر در کلام الله مجید مصحف شریف هیچ علامتی بالا و یا پایین اونها نبود خوانده نمیشن. فقط همین 4 حرف واو، الف، لام و یا که اگه سر هم نوشته بشن میشه کلمه والی. اگر کلمه والی رو به خاطر بسپارید در ذهنتون خواهد ماند. حروفی که خوانده نمیشن وقتی هیچ علامتی بالا و پایینشون نداشته باشه. صاد تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. اللام لام هیچ حرکتی نداره، الف هم همینطور. از فتحه نون کمک میکنیم. یقیمون الصلاة لا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. اینجا واو خوانده نمیشه، الف خوانده میشه. الف وقتی روی واو و یا قرار بگیره اون موقع فقط الف خوانده میشه، واو و یا خوانده نمیشن. لام فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره، اما لام از اون حروفی نیست که پر خوانده میشه. میشه صاله، نمیشه صلا. صاله تا. این تا اگر اینجا توقف بکنیم 2 نقطهش با فتحش میفته. هر وقت روی حرف ت 2 نقطه، ت گرد 2 نقطه توقف کردیم هم نقطهش میپره هم فتحش. اگر اینجا توقف کنیم میشه و یقیمون الصلاة، اما توقف نمیکنیم ادامه میدیم. و یقیمون الصلاة و میم وقتی تشدید داره مقداری در هنگام تلفظش صدا رو نگه می‌داریم. همینطور وقتی که نون تشدید داشته باشه میم فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. و میم رزق قاف از اون حروفی است که گفتیم وقتی ساکنه در هنگام تلفظ مقداری صدا درشون میلرزه. قاف، تا، با، جیم و دال. 5 حرف که سر هم نوشته بشه میشه قطب جد. وقتی ساکن باشن و در هنگام تلفظ اونها مقداری صدا رو میلرزونیم. رزق در مخرج خود قاف صدا میلرزه. رزق فتحه بعدش الف صدای آ. رزق نه نون پر نمیشه. رزق نه هم اینجا نون علامت ساکنش مخفی شده، علامتش ساکن است مثل این علامت اینجا داشته، اما شیخ عثمان تا خطات این مصحف شریف علامت ساکنش رو مخفی کرده از ما تا به ما نشان بده که اینجا اخفا میشه. یعنی چی؟ چون نون ساکن بعدش فا آمده، نه حروف یرملون هست، نه حرف حلقی و نه با، اخفا میشه. صدا میره در بینی. مقداری هم نگه میداریم. ینفقون آخر آیه توقف میکنیم. و مما رزقناهم ينفقون والذین. اینجا فرقش با قبلی چیه؟ آیه قبلی اینجا الف وصل در ابتدا بود، اما اینجا چون قبلش یک واو اومده دیگه الف وصل میفته. والذین یؤمنون بما میم فتحه داره بعدش الف اومده، صدای آ میگیره و پر هم نمیشه. روی الف علامت مد اومده، بعد بکشیم. این علامت مد روی الف سبب میشه که ما رو بکشیم. بما انزل
اینجا هم نون علامت ساکنش مخفی شده چون اخفا میشه. اون از بینی ادا میشه، صدا در بینی مخفی میشه. انزل والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل. بریم پایین‌تر. اینجا هم نون اخفا میشه و به خاطر علامت ساکنش مخفی است. اینجا هم اخفا میشه، علامت ساکنش مخفی است. و ما انزل من قبلک، به اینجا مقداری در مخرج می‌لرزه. من قبلک و به میچسبه به لام، الف در هنگام وصل میفته، لام کسر ساکنه نیاز به کسری ما قبل داره. بالآخرة هم یوقنون و بالآخرة هم یوقنون. او این همزه بعدش واوی اومده که خوانده نمیشه. این واو اگه علامت صفرش نبود اینجا میشد او، اما چون این علامت صفر است یعنی این واو اصلا هیچ اثری نداره و نقشی نداره، او میشه. او فتحه بعدش الف صدای آ مد هم داره، لام پر هم نمیشه. اولئک علی فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، این یا خوانده نمیشه، الف خوانده میشه. علی هدم، میم بعدش تنوین بعدش میم اومده ادغام میشه از حروف یرملونه. نون بعدش را آمده باز هم ادغام میشه. هدم من ربهم. این سالا یعنی وصل کردن اولا، صاد مخفف وصل، لا مخفف اولا، وصل اولاست یعنی اینجا توقف نکنیم بهتره، اگر توقف هم کردیم اشکالی نداره. و اولئک هم المفلحون. روی نون دقت کنید کلمات ساکنش حرکت نکنه. مفلحون. از ابتدا این آیات رو با هم میخونیم یک بار. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. این هم از آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره که دو نکته مهم داشت، حروف مقطعه و این سه نقطه هایی که در کمتر از جاهای کلام الله مجید دیده میشه که انشاءالله عزیزان این دو نکته هم مد نظر داشته باشن با دقت بیشتر و انشاءالله در برنامه‌های بعد باز هم تلاوتمون رو ادامه خواهیم داد و درس‌های دیگری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا به یاری الله متعال بتوانیم در تمامی کلام الله مجید هر صفحه‌ای رو که باز کردیم به راحتی تلاوت بکنیم. امیدوارم که تا این درس از برنامه توانسته باشیم در خدمت شما خوبان و سروران این مجموعه رو تا جای پیش برده باشیم که عزیزان بتوانند که به راحتی تلاوت بکنن هر صفحه از کلام الله مجید رو. البته ما در برنامه‌هایی که در گذشته داشتیم در این مجموعه تا الان تا این قسمت تلاشمون بر این بوده که روخانی رو یاد بگیریم. مواردی باقی مونده از بحث‌های تجویدی و اینکه هر حرفی چطور ادا میشه، مخارج حروف و نکات دقیق‌تری درباره مدها، انواع مدها، درباره پرخواندن و باریک خواندن بعضی از حروف که اینها برمیگرده به درس‌های تجویدی تخصصی تر تجوید که انشاءالله ما به امید الله متعال اگر عمری باقی بود یک دوره دیگه هم درباره درس‌های تجوید صحبت خواهیم کرد. به صورت تخصصی از مرحله روخانی رد میشیم میرسیم به مرحله روانخوانی و مرحله
قرائت و تجوید و انشاءالله درباره مخارج حروف و هر حرف، تفاوت حرفهای سین، صاد، ثا، مثلا زا، ذا، وا در عربی، عین و الف، اینها تفاوت هاشون چی هست، چطور اینها رو ادا بکنیم. ان شاءالله در بحث های مربوط به تجوید اگر عمری باقی بود باز برنامه دیگری در این باب خواهیم داشت و ان شاءالله در اون برنامه به تخصص بیشتری با دقت بیشتری به مباحث تجوید خواهیم پرداخت. ان شاءالله بیننده آن برنامه هم خواهید بود بیاری الله متعال. همه شما عزیزان و سروران رو به الله متعال می‌سپارم، اما قبل از خداحافظی فراموش نکنیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. رسول الله علیه السلام فرموده است که بهترین این امت کسانی هستند که قرآن رو یاد میگیرند و به دیگران یاد میدهند. پس سعی بکنیم از جمله کسانی باشیم که یاد بگیریم و یاد بدیم. فقط به خودمون اکتفا نکنیم که یاد گرفتیم خیالمون جمع بشه. نه، اگر میخوایم این صدقه جاریه باشه و بعد از مرگ ما هم جاری باشه و اجر و پاداش همه کسانی که ما به اونها یاد دادیم قرآن خواندن رو به ما هم برسه، پس تلاش بکنیم تا افراد بیشتری به دست من و شما قرآن خواندن یاد بگیرن. الله یار و نگهدار شما. شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله